مسئولان وزارت نقلیات تاجیکستان میگویند که ایران به کشورهای آسیای میانه پیشنهاد کرده است که میتوانند از بندر چابهار قطعه‌های زمین را به طور رایگان اجاره گیرند. روز 17 ایول ضمن نشست خبری این وزارت اطلاع دادند که این پیشنهاد جانب ایران در نشست اخیر سازمان همکاری‌های اقتصادی صدا داده است. پیشنهاد کرده است که یک قسمی همون در همه خودی پورت یک قسمی زمین رو به اجاره به پول پیشنهاد نموده است و این کار در رویه اول قرار دارد و حاضر این کار دوام دارد. پیگیری کرده است از جانب وزارت کارهای خارجی نسبت مسئله جدا کردن زمین در چابهار برای هر یک دولت‌هایی که به بحر راه ندارند. بندر چابهار در حدود ولایت سیستان و بلوچستان و در ساحل خلیج عمان جایگیر است. هنگام جاری کردن تحریم ها بالای بعضی از بخش های اقتصاد ایران در تیر ماه سال 2018 مأموریت دونالد ترامپ چابهار را از این تحریم ها آزاد کرد. کشورهای منطقه از جمله تاجیکستان که به بحر راه مستقیم ندارند می توانند در این بندر انبارهای خود را سازند. بندر حالا در مرحله ساختمان قرار دارد. پورت از 4 مرحله عبارت است. در 2 مرحلهش نو کارها آغاز شدند. مرحله ساختمانی. لیکن ما هم اگر که توانیم که در اونجا یک مقدار زمین را اجاره گیریم و اینفراستراکچور خودمان برای بارهای خود تاجیکستان اگر اونجا انبارها در نظر داشته باشیم، میدانهای بارفراری اگر که تشکیل کنیم به منفعت کار می بود. لیکن این از طرف مقامات وکالتدار جمهوری باید که از طرف حکومت جمهوری تاجیکستان این یک کس وکالتدار کرده شود. به قول کارشناسان بندر چابهار می تواند راه ارزان انتقال بار برای کشورهای آسیای میانه از جمله تاجیکستان شود. یگانه روزنی که بسیار برای ما موافق می شود و ما می توانیم طریق آن برایم به آسیا جنوبی، آسیا جنوب شرقی، کشورهای اقیانوسیه وصل شویم. تنها چابهار بوده می تواند، زیرا چابهار در مقابل بندر گوادر پاکستان ساخته شده است که بندر گوادر رو علاقه هند و پاکستان آباد کردند. طرح بنیادی بندر چابهار سال 2000 از جانب روسیه، هند و ایران امضا شد و حالا در صدد انجامیابی است. در صورتی از این دالان استفاده کردن تاجیکستان یک راه نو و آلترناتیوی انتقال بار به کشورهای خارجی باز می شود، ولی معلوم نیست کی عملی خواهد شد.